بهشتی جاویدان خواهی برو خدمت به مادر کن. ثواب دو جهان خواهی برو خدمت به مادر کن. اگر شاه یا گدا باشی فقیر و بی‌نوا باشی و اگر مرد خدا باشی برو خدمت به مادر کن. تو را با صد نوازش ها بری گهواره ات شبها به یک امید و ارمان ها برو خدمت به مادر کن. چو بودی طفل دامنگیر بپرورده تو را با شیر به پیری دست مادر گیر برو خدمت به مادر کن. زمانی گر شدی رنجور نشد یک دم ز نزدت دور برفت از دیدگانش نور برو خدمت به مادر کن. همیشه قدر مادر را دان بزرگ و بهتر از جان رضا باشد ز تو یزدان برو خدمت به مادر کن. دوستان عزیز، خانه آخرتی همه ما و شما اگر پروردگار عالم لایق دیده باشد دوستان عزیز، همه ما و شما در این زیر خاک خواب میریم. دوستان عزیز، شاعر بزرگوار میگه که چرا غم میخوری از بحر مردن مگر آنها که غم خوردن نمردن. بیرو بر کنج قبرستان گذر کن ببین که مردگان با خود چی بردن. خدا گوید ای مخلوقی نادان به دنیا داده ام نعمت فراوان. بفرمودم تو را بر ذکرگویی زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکری ما شدی توی روی گردان به امر و نفس و با فرمان شیطان. به دنیا کرده ای ما را فراموش منم سازم تو را اینجا فراموش. با شاعر بزرگوار میگه غمی دنیا نخور ای دل غمی دنیا گذر دارد. زی به صبری مکش تشویش شب دنیا سحر دارد. برای نوکس ای دل جوانی را نکن قربان مثال آدمی در راه جوانی هم گذر دارد. دوستان عزیز، همیشه با یاد خدا باشید. این همین خانه آخرتی همه ما و شما دوستان عزیز. از این گفتم من پیش از نوار رو تماشا کردم به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم، یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میارد. بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و سلوات جمع می شود. تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین دوستان عزیز. بار به طرف شهر دوشنبه، شهر باختر، ناحیه یاوان، عبدالرحمن جامی، ناحیه غازی ملک، یعنی تمامی شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند. کمپانی اکای بختیار و بهرام جان دوستان عزیز 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونه. مرامت کرده زنگ زنید، بارای خود را به تاجیکستان روان کنید. سلامت باشید.